ای صدا تو گویدم. خب دوستان سلام، من هنوز اسمی واسه چنل انتخاب نکردم، ولی خب این اولین ویدیوی چنل منه که اومدم از بازی لیجند آف زلدا که یادم دقیقا نیست چی جور بازی بود، ولی میدونم بازی خوبه. اومدم ازش ویدیو بسازم. همینجوری میریم ببینیم خدا چی میخواد. زبان انگلیسی. خب الان چی کوری بکنم؟ این ناموس من الان چی کار کنم؟ اول اسم اینجوری اسم میزنیم بره آجی. اصلا اسم مهم نیست، مهم هدف. خب از شخصیت ما لینک یعنی پیوند. خب بزن بریم. آجی من الان خلاصه بهتون میگن قضیه چی. آقا نگاه، سه تا الهه بودن که با کمک همدیگه یه جای وجود میارن به اسم هایرول کلا سرزمین بازیه. بعد ما یه الفی هستیم، یعنی تمام بازی همیشه ما یه لینکیم، یه الفی که باید یه شخصیت به اسم گاناندروف جادوگر شیطانی رو نابود کنید. تو تمام نسخه، از اولین نسخه سال 1986 تا نسخه سال 2024 وجود 24. بعد نگاه همیشه یه شمشیر جادویی هست، اسمش چی بود؟ اسمش آجی یادم نمیاد، ولی همیشه یه شمشیر بود آجی. ما با کمک اون آجی ابرقدرت میشیم، لامصب پاور میشد آجی. این هم داره میبینین این زلاست، یکی از اون چیزا اسمش فکر کنم زلدا بود. حالا من یادم نیست، بهتره بعدا در این قسمت دیگه خوب به داستان بپردازن. این ویدیو بیشتر گیم پلیه، یه چند قسمت از این میذارم. این کلا کاری که تموم شد میرن سراغ داستان این، یعنی مثلا اول نسخه دومی اینجوری میگیری، چون هر نسخه داستان متفاوتی داره، چون داخل زمانه مختلف هر لینک توی مثلا این لینک با اون لینک مثلا نسخه بعدی فرق داره. میگیری همشون لینکن ولی خب تو زمانه مختلفن، چون کلا این بازی با زمان و مکان خیلی پیش در پیچه. الان واسه تو این چیز بگم پشماتون بریزه. لحاظ داستانی بازی زلا 3 تا خط زمانی مختلف داره که اگه اونا رو هم بخوای حساب کنی، اولین قسمت اولین بازی زلا میشه آخرین بازی زلا. لحاظ داستانی یه ذره پیچیده است، میگیریم مغز میخواد همه نداره. این زلا سازی تو تمام نسخه، نه فکر کنم نسخه بود ما بعد زلا رو نگاه می‌دادیم. کلا همیشه قضیه همیجوریه، برو شاهزاده رو نگاه بود. این علی اینجا بنازم این الان ایده پسر آجی سازنده ماریو زلدا اینا همه یکی بوده. یه لحظه من این ویدیو به هم ریخت، اینو استوب کن الان برمیگردم. خب نگاه شد که آجی ویدیو رو استوب کن آجی. یه سوسکی بود دهنشو گویدم آجی. فوش نده رضا، فوش نده ادب و رعایت کن. ببینید کلا بازی زلدا یعنی عشق، یعنی لذت. بنازم لینک کجا بودی؟ سلام چطوری؟ های The Princess Zelda Eldolin. کلا مهم نیست چی میگم، مهم کلا گیم پلی بازی. بیشتر مردم کلا رو گیم پلی بازی زلدا چن. یه شمشیر به ما داد، اینجوری دلمون خوش شد. حالا داخل این نسخه اینجوری من بعدا گرافیک اینو یه ذره دستمالی میکنم بهتر میشه. آجی 4 دقیقه چقدر طول میکشه. من 10 دقیقه ویدیو ضبط کنم برم، واقعا میگم. هر قسمت 10 دقیقه 15 دقیقه باشه کار در بیاد. لینک بدو پسر آجی من چقدر پرنسس رو دوست دارم. کاشی پرنسس واقعی
از مری داری کس کشی ما رو. اه بابا به خدا بنازم این شهره رو اسمش من جادم نیست، بعدا میره اسمش هم در میاد. بلند شهر الفاس. آخ آجی زخم دستم وای. برو دیگه برو دیگه برو دیگه. چند دقیقه شد؟ 5 دقیقه. آجی من 15 دقیقه ویدیو رو ضبط کنم برم واسه ادامه کارا. کلی کار دارم آجی، فردا سر کارم. آی خدا فردا ساعت 4 سر کارم. بهتر ویدیو رو ضبط کنم. الان که ویدیو رو ضبط میکنم ساعت 10. اینو ضبط کنم برم بگیرم بخوابم. تو هزار تا مشکل و بدبختی فلاکت تیک ایران تخمی. جورا داری بیا بالا. دزمه بود مستقی حرف میزنی کجا؟ آه اینا چقدر حرف میزنن وای. اوه ما سپر شمشیر به دست آوردیم، همون چیزی که تو تمام بازی زلدا بریم. داداشم لینک جوگیر شد. خدایا این جمله رو شنیده میگه آدم جو بگی سگ جو سگ بگی و جو نگیره. آجی لینک رو همه سلک ملکه. من میدونم اینا یه داستان میدونم این موقع داستان چیزی که حالا مثلا من رسیدم اینجا مثلا لینک من رفتم خدا حافظ خواهرتم میدونم. من یه راستی شمشیر نداشتم آیا شمشیرم پس بگم آجی بنازم. حالا مثلا اوه نو ما حالا تازه میخوایم انگلیسی یاد بگیرن. این چیزایی میفهمم انگلیسی چیزی میفهمم. چند دقیقه شد حاجی ما اصلا موبایل داره ضبط میکنه چون خب پول کامپیوتر نداشته. امسال داره جمع میکنه اگه خدا خواست گیشی بهتر بکنه. اینه امسال چیزی 10 میلیون 15 میلیون جمع کردم میخوام برای گیشی بهتر بخرم. از این گیشی دیگه به قول یارو گفتنی دیگه عمرشو کرده وقتش عوضش کنه. این چرا دید رو رفته نشید این نشید آمده تخمه این دست از سرمون بردار. آجی عظمت پادشاه بنازم. پادشاه یه عظمتی داره آجی. این شمشیره رو میبینین لینک قبلی رسیده به اینجا فکر کنم. این جادوگر بیناموس قرار ما به این بجنگیم. همین اول بازی میخوام بیان ما رو پاره کنه تا هم آخر بازی. شونه لغه هرچی بدبختی دارن تقصیر توی تخمی. میبینین همه به تخم میشن. تا بابا من خودم عمودینیم. بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدرت طلبات ورود ارواح شیطانی بر جهان مادی. Oh no wow لحشن جادوی و همچین سپر تخمی میخوای بگی زلدا سبیل به سنگ شد. خب تخمم زلدا چی کارش کنم الان.
الان من مثلا چی کار کنم آجی؟ اوه آجی این جادوگر خیلی کلفته. بودو کار زندگی دارم. بودو 10 دقیقه. آجی من هنو نفهمیدم آهنگر دیگه چی کاره. دخترم تبدیل به سنگ شده و با فلان چیز اینجوری درمان میشه، باید بروی با اون سنگ های جادویی رو بیابی و این دختر شفا دهی زلدارا. رحمتون گوید. ولی پادشاه حق نگذارین اگه ابهتی داره. توجه کردین پادشاه بسه خودش یه یلیه، یه ابهتیه. پس خلایه شمشیر نصف نیمه دادیم. من الان مثلا بالاخره شمشیر اندازم. بودشه من حرف نزن، بذار ما بریم تایم ویدیو من پر شد، بریم یه ذره بازی کنیم. دیگه که هم اول کار فقط دارن داستان گوش کنم. ما بریم اینجا. این نقشه کل بازیه. همین بعد از این باز سپرشم یه اسکرین شات بگیرم واسه ادیت ویدیو. ای واسه تایمل ویدیو آجی. بعدا تایمل میزن از این استفاده میکنم. یا عجب گوی برندش هایرول. فقط فهمید اینجا هایرول. اینجا همیشه هایروله. تمام بازای زلدا داخل هایروله. یازده پول میلیونر بقیره که پاسید. شما الان چیکار کنم؟ با کجا باید برم؟ میدونم با کجا برم. لایک اینو که باید کلوفتم یا خدا. نقشه 29 دقیقه است. به نظرم بسه. خب دوستان همتون رو دوست دارم. این ویدیو تموم شد. اولین ویدیو من. ببینیم خدا چی میخواد، ببینیم کارمون میگیره یا نه، یوتیوبمون چی میشه. خب دوستان حرفی واسه گفتن نمونده. تا درودی دیگر، بدرود.